از جمله مواردی که ما میتونیم تو تعادل باکتریای روده ازش استفاده بکنیم جلبک اسپرولیناس که حالا به شکل‌های مختلف قابل استفاده است. چه خود جلبکشو بگیرن به صورت گرماژ آماده بکنن بخورن، چه به صورت کپسولش هم هست میتونن بخورن. حالا یک کپسول قبل از نهار، یک کپسول قبل از شام میتونن میل کنن بسته به وزنش. افراد چاق در روز 3 گرم بخورن از این جلبک، افراد لاغر 2 گرم کفایت. این جلبک هم از همون مواردیه که باعث افزایش میکروب‌های خوب، افزایش جمعیتی میکروب‌های خوب و غلبه اینها و افزایش تعادل باکتریایی روده میشه. نکته مهم اثرات این جلبک اینه که وقتی روده درست کار کرد اون وقت ما به سمت تناسب همدان میریم. یعنی یک بحث ما تو بحث لاغری که اصلا کشیده شد به اینکه ما در لاغری چه کار باید بکنیم، کشیده شد به اینکه باید روده سالم داشته باشیم. برای اینکه روده سالم داشته باشیم باید پربیوتیک‌ها رو توجه کنیم که تا اینجا بحثمون ادامه پیدا کرد. پس در ادامه اون بحث اولیه ما برای لاغریمون باید به رودمون توجه کنیم و یکی از مباحث توجه به لاغری تعادل باکتریاییش و یکیش گفتیم استفاده از جلبک اسپرولیناس همزمان با رژیم‌های پاکسازی و بعد اصلاح تغذیه و بعد کاهش تغذیه.